دوستان گرامی، سلام تماشابینان گرامی، خوش آمدین به کانال ارزنده. نام من نیلوفر می باشد. امروز همراه پخت و پز را سر میکنیم، یکی دوام میتیم. عموما میگویم امروز همراه پخت و پز میکنیم. امروز یک نمود شیرینی بنهایت با لذت را تیار میکنیم. راستی که این دویم بار است که این نمود شیرینی رو من تیار میکنم. وقتی که من یکم بار تیار کردم به من بهت مقبول شد و من خواستم که بر شما علاوه یک ویدیو کرده پورا درباره همین شیرینی طرز تیار کردنش را نشان دهم. برای آن که برای این شیرینی چیزی بسیار نیست، لازم نیست و وقت بسیار نیست، در کار نیست، اساس بنهایت با لذت هست. خب سر میکنیم. خب تماشابینان گرامی، با ما لازم است 250 گرم سلیوچنی مسله، مارگارین، فرقش نیست. من اینجا شدر ایلیته دارم. برای اون که یکم بار من با شدر ایلیته تیار کردم. این شدر ایلیته علاقه آب شدگی هسته. من خیلی شدی بگم. Это вкусно? Не вкусно это. حتما با ما آرد لازم هست. و اکنون آرد و مارگارین رو آمیخته میکنیم. تماشابینان گرامی، شما میتونید با دست آمیخته کنید، فرقش نیسته. اکنون 3 دانه تخم رو نیز میاندازیم. 100 گرم دیگر شکر و 6 قاشق دیگر عسل. رازریخلی رو نیز فراموش نمیکنیم. ونیلین انداختن شرط نیسته، برای اون که وقتی که عسل میاندازیم بهت بوی خوب، بوی نغز میکند. برای همین به فکر من ونیلین شرط نیست. و اکنون همه این رو خوب آمیخته میکنیم. نمک ایاد برآمده. تماشابینان گرامی، وقتی که با میکسر لط زدیم شکرش آب شد، باز آرد می اندازیم و خمیر رو کمی سخت‌تر میکنیم. خمیر رو آن میخوام میکنیم، نه سخت و نه ملایم. کمی دست میچسبد برای اون که عسل داره. و خمیر رو اکنون دو تقسیم میکنیم و با یخدان میگذاریم تا که 20-30 دقیقه یخدانده ایستد. تماشابینان گرامی، من علاقه یک تشه گرفتم و از تنوک میکنیمشم. آنها میخواد تماشابینان گرامی از این زیاد تنوک نمیکنیم و حاضی میبریمشم. خیلی شدن تماشابینان گرامی، اکنون با تفتان میگذاریم تا تیار شدن. تماشابینان گرامی، بیرون علاقه تاریک شده است، برای همین روشنایی آنقدر خوب نیست. من همین جای روشنایی هست گفته همینجا آمده ایستادم. و تماشابینان گرامی، شیرینی های ما علاقه تیار شدن، انا همین خیلی شدن. راستی که بنهایت با لذت شدگی هستن، کودکان علاقه خورده هستن گویم گفتم. و تماشابینان گرامی، شما نیز حتما برای نزدیکان خود تیار کنید. به همه شما اشتهای طعام خیر. تا دیدار آینده در پناه خدا باشید.